عبدالحفیظ عزیزوف پدر آوازخوان تاجیک ولیجان عزیزوف در سن 76 از عالم چشم پوشید. جنازه او را ظهور 20 ایون در دهه سنگستان نویه عینی به خاک سپاریدند. پدر ولیجان عزیزوف از بیماری دل رنج میکشید و صبح 20 ایون وفات کرده است. عبدالحفیظ عزیزوف سال 1945 در دهه سنگستان به دنیا آمده. سالهای زیاد در کارخانه نانپزی کار میکرد. از مرحوم 4 فرزند، 3 پسر ولیجان، عبدوجمیل و بدلبای و یک دختر باقی ماند. ولیجان تنها فرزند این خانواده است که پیشه آوازخوانی را انتخاب کرده است. اسم او در اول سالهای 2000 در دوران هنرنماییش همراه غالب جان یوسفوف در گروه احسان بخصوص بعد ترانه گریه مکن عزیز من مشهور شد. بعد پراکنده شدن گروه احسان ولیجان عزیزوف به فعالیت آوازخوانیش مستقلانه ادامه داد و حالا یکی از ستاره های استراده تاجیکستان به شمار می رود.